درود مردم ایران زمین. حمید طولابی هم فرزند جعفر طولابی. در فلسفه یک سوال درست نصف جوابه. سوال: زرتشت چه گفت؟ فیلسوف زبان نیچه پاسخ میده که چنین گفت زرتشت: زیبا، 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 زیبا. هایدگر فیلسوف زمان یکهو پرید وسط و گفت: نیچه جان، حالا که تکنولوژی بشری در حال ترقیه و سرعت رشد آگاهی بشری و سرعت گذشت زمان سریعتر شده، زرتشت چی میگه؟ نیچه پاسخ داد: زیبا، 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 زیبا. و یکهو نیچه گریست، چون از دهنش زیبا رو ادا می کرد ولی در گوشش بازی رو می شنید. نیچه مکر زبان رو کشف کرده بود و فریاد برآورد و گفت: ادیان، اگر از احادیث و روایات و اقوال و احوال و اخبارتون با تعداد بالا و در زمان کوتاه استفاده کنید، دچار مکر زبان میشید و این مکر زبان عقلانیت دینتون رو تحت شعاع قرار میده و در مکانیسمی الهیات متجسد اتفاق میفته و خدای دینتون رو به کشتن میدید و بعد چاره ای نخواهید داشت که به جای خدای تبدیل به جسد شده دانای کلی یا ابرمردی بگمارید. ابرمرد هم چاره ای نخواهد داشت جز اینکه ارادش رو معطوف به مسیری بکنه که در سری قبل اون رو به قدرت رسوند و ابرمرد هم مشمول مکر تاریخ میشه. تصور بکنید که من لغت بازی رو سریع بگم: بازی، 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 بازی. نیچه مجدداً گریست. این بار لغت بازی رو ادا کرد ولی در گوشش زیبا شنید. و ابرمردی که از فرش به عرش اومده بود، از عرش به فرش برگشت و سرنگون شد. به طنز تلخ تاریخ، امام زمان ساخت شوروی در غروب روز جمعه‌ای به احمد فردید گفت: از پسوردای تاریخت چه خبر؟ احمد فردید گفت: محمود حلبی که در دام الهیات متجسد افتاده و مدام احادیث و روایات و اقوال و احوال و اخبار در جامعه تزریق میکنه. هانری کوربن هم که پروژه مدرنیته عقیم رو انجام میده تا زمان در سرزمین ایران به آخرش برسه. میشل فوکو هم سرکوب ها رو طراحی کرده ولی مدام نق میزنه که هر تیکه‌ای از ایران رد پای تمام تاریخ بشریت رو در دل خودش داره، چرا که جغرافیای ایران محل ملاقات تمدن‌های بشری بوده. میشل فوکو مدام نق میزنه که سرکوب رو واسه یک نقطه طراحی میکنیم، جواب میده ولی در نقطه دیگه آدما رو برانگیخته میکنه. نهایتا سرکوب در ایران جواب نخواهد داد، چرا که دانش در ایران به بلندای تاریخ بشریت هستش. متشکر از وقت شما هموطنانم.